سرخط خبرها. تاکید معاون ریاست عمومی استخبارات بر دفاع از خاک کشور. تاج میرجواد هشدار داد نیروهای امنیتی با هر حرکت بر ضد کشور قاطعانه برخورد میکنند. ما جنگ نغواړو. تاکید وزارت خارجه امارت اسلامی بر نقش افغانستان در تحولات منطقه. ذاکر جلالی میگوید افغانستان میتواند پل ارتباطی آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا شود. و به خاطر رفع نگرانی اینو همواره نشست‌های منطقوی تدبیر میکنن. نشست منطقوی تهران هم به همین منظور بود. خواسته وزیر امر به معروف و نهی از منکر از عالمان دینی کشور. خالد حنفی از عالمان خواست که مسئولیت دینی خود را برای حمایت از نظام انجام دهند. و انتقاد حماس از نقض مکرر توافق آتش بس در غزه. یک عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت که طرح آتش بس غزه امکان ورود به مرحله دوم را ندارد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 15 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. معاون ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی بر دفاع از خاک کشور تاکید کرد و هشدار داد که نیروهای امنیتی با هر گونه حرکت بر ضد کشور برخورد قاطع خواهد داشت. او افزوده که امارت اسلامی جنگ طلب نیست و در صورت تحمیل جنگ بر افغانستان با قدرت و قاطعیت از نظام و خاک کشور دفاع خواهند کرد. گزارش از ناهی تاندر. ملا تاج میرجواد معاون ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی با اشاره به تلاش‌های برای برهم زدن امنیت در کشور هشدار داده است که نیروهای امنیتی با هر گونه حرکت بر ضد کشور برخورد قاطع خواهد داشت. او با بیان این که امارت اسلامی جنگ طلب نیست تصریح کرده که در صورت تحمیل جنگ بر افغانستان با قدرت و قاطعیت از نظام و خاک کشور دفاع خواهد شد. موږ سیمایز امنیت او ثبات ته اسلامي شریعت د لارښوونو او خپل ملک د مصالحو په رڼا کې ژمن یو. موږ جنگ نه غواړو، ولې که جنگ په موږ تحمیل شه د خپل اسلامي شرعي نظام او خپل اسلامي خاورې د دفاع په لاره کې به داسې وړتیاوې وښایو چې اوسنۍ موجودې ټولې محاسبې به ناسمې ثابتې کړي. افغانستان په هکله کې وي او پاکستان هغه جنایتکار قاتل هیواد چې د همدغو بهرنیو هیوادونو لخوا په دې سیمه کې د افغانستان تبعیض لپاره رامنځته شوی دی. پر پاکستان باندې باور کول لویه تاریخي تېروتنه او اشتباه ده. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که افغانستان مرحله جنگ و بی‌ثباتی را پشت سر گذاشته است و باور آنان برخی از کشورها که پیشتر از ناامنی در افغانستان سود می‌بردند اکنون تلاش دارند بار دیگر جنگ را به کشور بازگردانند. بسیار ضرورت است که حاکمیت قانون در افغانستان مستقر شود و صرف نظر از هر نوع تعصب حیات و آزادی و برابری شهروندان ما به وسیله قانون تامین و تضمین شود. افغانستان از این گذرگاه گذشته، جنگ وجود نداره، عامل جنگ وجود نداره. کشورهای همسایه چون که همیشه از جنگ در افغانستان، از ناامنی در افغانستان سود بردن و حال میخوان که بار دیگر باید جنگ ها در افغانستان وجود داشته باشد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی امنیت در سراسر کشور تامین شده و مقام های امارت اسلامی همواره اطمینان دادند که اجازه برهم زدن امنیت کشور را به هیچ فرد یا کسی نخواهد داد. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی پس از نشست منطقه‌ای در تهران گفت که افغانستان دیگر موضوع بحران نیست بلکه میتواند پل ارتباطی آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا شود. او گفت که با نیت نیک و سیاست اقتصاد محور افغانستان قادر است از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری خود بهره برداری کند و نقش مهمی در اتصال منطقه‌ای ایفا نماید. گزارش از ناهی تاندر.
پس از برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه در تهران، ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی گفته که افغانستان دیگر به عنوان یک موضوع برای مدیریت بحران تلقی نمی شود، بلکه با در نظر داشت موقعیت ژئواپلیتیک، نیت نیک و سیاست اقتصاد محور، افغانستان می تواند به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا مبدل شود. او همچنان تاکید کرده است که در چارچوب این رویکرد کشورهای منطقه قادر خواهند بود از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجاری و اتصالی افغانستان به گونه مؤثر بهره برداری کنند. په داسې سطح باندې ناستې چې لکه څنګه چې په ایران کې جوړه شوې ده، دا ناستې بیل دي نه چې د افغانستان د نظام اصالتونه د یوغي رسمي کانالونه وپوښتل شي او یا هم اجنډا ورسره شي چې په دغه رقم ناستو کې د افغانستان حضور فکر کوم ډیر په ګټه باندې نه ده. پس از پایان این نشست، کشورهای اشتراک کننده در بیانیه مشترک گفتند که هیئت‌های شرکت کننده در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان بر ضرورت همکاری با افغانستان برای کمک‌ها به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم افغانستان و رفع تهدیدهای ناشی از هر گونه فعالیت‌های گروه‌های تروریستی علیه افغانستان و کشورهای منطقه تاکید کردند. کشورهای همسایه و منطقه از وضعیت فعلی افغانستان و بازی‌های استخباراتی قدرت‌های بزرگ علیه افغانستان و منطقه اطلاع دارند ولی نگرانی دارند و به خاطر رفع نگرانی اینا همواره نشست‌های منطقوی را تدبیر می‌کنند. نشست منطقوی تهران هم به می منظور بود، باید جانب افغانستان هم در این موضوع به اشتراک می‌کرد. در سوی دیگر، محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران با اشاره به عدم حضور نماینده امارت اسلامی در نشست منطقه‌ای تهران گفت که عدم حضور هیئت افغانستان در این نشست هیچ اثر منفی روی روابط تهران و کابل نخواهد گذاشت. افغانستان اوس نظم و ثبات لري او علاوه د دې نه مونږ دوه نړیوال فورمونه لرو چې یو د دوحې فورم دی او بل د مسکو فورم دی. په هغه کې مونږ کولی شو چې هم د شرقیانو سره هم د غربیانو سره د افغانستان په وضعیت او د سیمې د اتصال او د سیمې د ارزښت په مورد بحث وکړو. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه روز یکشنبه 23 قوس در تهران برگزار شد. هدف از این نشست تقویت همکاری‌های منطقه‌ای پیرامون وضعیت افغانستان و بررسی پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه بود. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در مراسم در نورستان گفت که عالمان دین باید با اطمینان خاطر مسئولیت دینی خود را برای اصلاح جامعه و حمایت از نظام اسلامی انجام دهند و از علوم دینی و مدرن حمایت کرد و خواستار وحدت و هماهنگی بدون تعصبات قومی در کشور شد. او در این مراسم گفت که هر کسی که بالای مردم افغانستان تجاوز کند و ورزش‌های آنان به چشم حقارت بنگرد، جهاد بر مردم فرض است و مردم از خاک و دین خود دفاع خواهند کرد. په دغه اسلامي نظام باندې که څوک تیری کوي، له افغانستان په حریم څوک تجاوز کوي، اسلامي نظام ړنګول غواړي، په هر یو مسلمان افغان غیرتی ولس باندې هم په علما په خواص و جهاد فرض عین ده. ذبیحالله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی میانگین نرخ تورم در افغانستان برای سال 2025 2% تخمین زده شده است که پایین‌ترین نرخ در منطقه است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این ثبات اقتصادی نتیجه ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت پول افغانی است. و در خارج از کشور، جنبش حماس بار دیگر اسرائیل را به نقض توافق آتشبس در غزه متهم کرد. حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، میگوید که به دلیل تداوم نقض‌ها از سوی اسرائیل طرح آتشبس غزه امکان ورود به دور دوم را ندارد. بیش از 2 ماه از امضای توافق صلح میان اسرائیل و حماس می‌گذرد. توافق شکننده‌ای که به باور حماس هر لحظه از سوی اسرائیل نقض می‌شود. در ادامه نگرانی جنبش حماس از نقض دوامدار توافق صلح از سوی اسرائیل، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد که به دلیل تداوم نقض مکرر توافقنامه از سوی اسرائیل، طرح آتشبس غزه امکان ورود به مرحله دوم را ندارد. او از میانجی‌ها خواست تا اسرائیل را برای پابندی به مفاد توافق تحت فشار قرار دهند. اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب آتشبس عمل نمی کند، از جمله بازگشایی گذرگاه رفح با مصر و افزایش حجم کمک‌های ورودی به غزه. از میانجی‌ها مصر، قطر و ایالات متحده می خواهیم تا این کشور را برای تکمیل اجرای مرحله نخست توافق تحت فشار قرار دهند. ورود کمک‌های بشردوستانه به اسرائیل یکی از مفاد توافق آتشبس غزه است که اسرائیل هنوز هم گذرگاه رفح را برای کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به مقصد غزه
بازگشایی نکرده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی اسرائیل را به نقض مکرر آتشبس غزه متهم میکنند و میگویند که تعهد شکنی این رژیم مانع بزرگ برای رفتن به مرحله دوم توافق است. اگر کشورهای میانجیگر مداخله میکنند و خواهان عزیزند که آتشبس دور دوم تأمین گردد، طبعا باید با حضور داشت کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی ضمانت اجرایوی از اسرائیل گرفته شود. دشمن تروریستی اسرائیل از زمان اجرای شدن توافق آتشبس در 11 اکتبر سال روان میلادی تا حالا بیش از 800 بار این توافق را نقض کرده است که شامل استفاده از حملات هوایی، توپخانه‌ای، پیشروی از محدوده خط زرد و همچنان ترورهای هدفمند و محدودیت شدید بر ورود کمک‌های بشردوستانه بر اساس پروتکل الحاقی توافق آتشبس اخیر بوده است. در حال اسرائیل کامیون‌های حامل کمک‌های بشری به غزه را متوقف کرده که یونیسف هشدار داده جان صدها هزار تن از جمله هزاران کودک در خطر قرار دارد. یونیسف اعلام کرده که جامعه جهانی در حمایت از مردم غزه به ویژه کودکان ناکام مانده و این کوتاهی به تداوم مرگ‌های قابل پیشگیری منجر شده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.